پیمان کارت من دست توه؟ برای چی با کارت من کارت کشیدی؟ شیطون گولم زد. برای چی با کارت من کارت کشیدی؟ یه PS5 خریدم دیگه. حالا نمیدونی پول ندارم؟ نمیدونی قرون به قرونشو جمع کردم گوشی رو عوض کنم؟ الباقیشو یه تومنشو از کارت من میدونی. چرا با کارت من کارت کشیدی؟ چرا کارتت خوشگله؟ چه کارت من چرا اصلا دست توه؟ برو همین الان پول منو بزن. بابا میزنم بابا. یا بر اینجا هست. بابا ندارم پول. ندارم. ندارم پول. پس چیز کن. از این چیز میکنن. حساب به حساب کن. پول کردی چرا؟ پیمان پول ندارم. 50 تومن رفتی از کارت من کارت کشیدی. یه قرن دو قرنشو با سختی جمع کردم. بهت میگم یه پول ناخون بده نمیدی و کارت من میری 50 تومن کارت میکشی واسه خودت. خب حالا برات میزنم. آروم باش. همین الان بزن. آروم باش. من فردا دارم گوشیمو بخرم. باشه. بزن پولم. 50 تومن واسه گوشیت بود؟ آره. برو پول منو بزن. حالا من PS5 بخرم و تو گوشی بخری چه فرقی میکنه؟ فرق میکنه. موزیک آره. بزن حال کنی. بزن پول منو. آبر اینجا هست الان برو بزن. باشه. موزیک بذاری. پیمان با تو هم شوخی ندارم. پول ندارم چرا نمیفهمی؟ باشه دیگه برات میزنم. با همین الان بزن. چه هولی کردی نگاه گوشیت کن. کو؟ من این همه برای تو خرج میکنم. میام بهت بگم عزیزم دوست دخترتم. تو یه مرد یاد برای دوست دخترش خرج کنه مثل همه این مردای دیگه. دختر منی دیگه. 50 تومن رفتی سر خود مگه کادوی تولده؟ یعنی دخترها واسه پسری که دوستش دارن یه PS5 نمیخرن؟ نه وقتی پول ندارم نمیتونم بخرم آقا جان نمیتونم. تو پول داری الکی میگی پول ندارم. پول ندارم این پول برای گوشیم بود. برای چی رفتی خرجش کردی؟ خودم نمیرم یه تیکه لباس بخرم. پول نیست استثنان من دیدم اینجوری 50 توشه هول کردم. الازم گفتم PS رو بده بریم. بدون چیز اصلا برای چی دست به کارت من زدی؟ خودت گفتی هر موقع خواستی از این خرج کن بکش کارت بکش فلان کن. خودت گفتی 100 تومن 200 تومن نه 500 تومن 1 تومن نه 50 تومن. اونو دیگه به من نگفته بودی نهایتا انقدر. برو پیمان تا پولو نظری به خدا اصلا دیگه باشه بابا برات میزنم. حالا یه 2 هفته صبر کن. 2 هفته؟ همین الان پولمو میخوام. همین الان برو پول منو بزن. برو پیمان به خدا اصلا حالم خوب من تا حالا 5 تا 50 تومن ریختم تو شکم تو فقط. برو همین الان پول منو بزن. حالا یه 50 تومن برداشتم PS5 برو PS5 رو کنسل کن اگه پول نداری. برو بریم کنسلش. برو دور بزن برو پول منو بده. بگو پول منو بزن. الان آروم شدی؟ خب برو بزن. الان آروم شدی؟ اول بزن بعد بهت میگم آروم شدم. خب باشه الان میریم کنسلش. پس نمیگیره آقا نوشته بود تو کاغذ جنس فروخته شده پس گرفته. من الان میرم بهش میگم. بریم تو دور بزن. میره بابا من کلی اونجا چیز کردم. پس پول منو برو بزن. خب باشه بابا میریم پولتو میزنم. خب بزن الان. وایسا مامانم بگیرم. بچه‌ها زنگ بزنم 10. پس پیمان پا بریم PS5 برپا نه اونجا آبروم میره اونجا آبروم. من نمیتونم وایسم. هی بخوای بگی امروز فردا من الان پولمو میخوام. آقا من 5 تا چیز ندارم. 5 تا رفیق دارم نفری 5 بزنن نفری 10 بزنن ردیف پول. همین الان پس بگو بزن. باشه بابا. بگو همین الان بزنم. باشه دیگه. پیمان پول ندارم چرا نمیفهمی اینو؟ باشه. پول برای چی بود این راستی گفتی برای گوشیت بود؟ آره برای گوشیم بود. با 50 تومن من گوشی میدن؟ آره میدن. خب سامسونگ هم نمیدن. میدن تو چیکار داری؟ اصلا میخوام بریزم تو جوب. برو پول منو بده. خب باش. اینجاست که میگن چیزو بشناسا. چی میگن؟ میگن یکیو بشناس. ها؟ با تو چرا خسیسی؟ من این پول ندارم خسیس نیستم. وقتی پول ندارم اگه پول داشتی میدادی؟ وقتی جمع کردم آره اگه داشتم میدادم. داشتی میدادی؟ آره میدادم. الکی نگی. من از آدمای گدا متنفرم. من خودم پول داشته باشم میدم. خب ندارم چون. خب باشه بهت میدم تا شب صبر کن. خودت خونه ماشین همه چی داری. خب از سرمایه خودت برو برای خودت بخر. خب اون لحظه من جوگیر شدم تو کارتم پول نداشتم خریدم. الان خب برو پول منو بزن. خب باشه میزنم. برو همین الان پول منو بزن. باشه میزنم.
وایسا قرض بگیرم بچه‌ها. نه همین امشب پیمان یا پول منو میزنی یا گوشتو برمیدارم. تو که میبینی وضعیت بازار کاسبی خرابه، من تو کیفم پول خب ندارم. پس گوشتو بده به من. خب باشه گوشی من برات هست. تو گوشی تو بده من. نه اینجوری که نمیشه. همون 50 رو برات میزنم. میخوام من گوشیمو بفروشم 50 تو بزنم؟ همین الان بذار تو دیوار بفروش. الان که نمیخرن که. الان تعطیله. پیمان الان نمیشه نداریم. یه بار PS5 رو کنسل کن یا به یکی زنگ بزن پول منو بده. من همین الان پولمو میخوام. PS5 رو که ببین اونجا رو کاغذ نوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. پس تو غلط کردی با کارت من رفتی کارت کشی وقتی پول نداری. چقدر تو بیادبی، تو خیلی بیادبی. یه PS5 دیگه با هم میشینیم بازی میکنم. تازه 2 تا دسته خریدم. پیمان پول ندارم ایوه الناس، من پول ندارم، پول رو لازم دارم. چرا نمیفهمی اینو؟ من اینو باید چه شکلی به تو حالی کنم؟ خب چرا به من نگفته بودی پول رو لازم داری؟ تو خودت کارتتو داده بودی. من کی هی به من میگی برو هم اینو بخرم اونو بخرم؟ میگم نمیتونم، دارم پولمو جمع میکنم گوشیمو عوض کنم. چقدر من این جمله رو به تو گفتم؟ یه تیکه لباس هنوز زمستون شده هنوز نخریدم، برای خودم دارم پولامو جمع میکنم گوشیمو عوض کنم. برداشته رفته سرخود برخوش PS5 خریده. باشه گوشی منو بده. گوشی تو گوشی من. گوشی من کجا بود؟ نکنه جا گذاشتم تو مغازه گوشی. برو قسمت نیست، برو پولو پس بگیر. بذار بریم اونجا. ما یه PS5 بعد این همه سال، بعد از 33 سال عمر یا خدا گرفته ما یه PS5 خریدیم. اونم کوفت ما کردی تو. نذاشتی بریم یه فوتبال بازی کنیم. خب عزیزم وقتی پول نداری الان واجب نیست تو بری PS5 بخری. خب من دلم خواسته، من دلم PS5 خواسته. من مثل یه بچه کوچولو میمونم که یه دفعه هوس PS5 کرده. تو بچه کوچولویی؟ بله. حتی خر بابای من سن داری. بابات خر داره؟ آره ما دهات اومدیم نمیدونی؟ چی داشتم میگفتم؟ آره بابا من مثل یه بچه کوچولو دلم یه دفعه یه PS5 خواسته. ببین چجوری میزنی تو ذوق آدم. پیمان جان تولدت بشه پولامو جمع میکنم موقع تولد برات میخرم. اصلا تو فکر کن الان تولدمه، اصلا ارزششو داره آخه اینجوری زدی تو ذوق من. تولد تو 6 ماه دیگه است. من کلی خوشحال شدم PS5 خریدم، بدو اومدم به تو بگم. تو اصلا نباید کارتتو به من میدادی. برای چی کارتتو به من دادی؟ گفتی هر چی خواستی ازش. تو اصلا برای چی کارت منو برداشتی؟ حالا یه چیزی هم نکنه طلبکار شدم. بله تو پول منو برداشتی هر چی چیزی هم خواستی از این طلبکار کارت بکش. تو خودت گفتی به من. نه دیگه 50 تومن. گفتم یه موقع 100 تومن خوراکی میری بخری، 100 200 500 نهایت. نه دیگه 50 تومن کارت من برداری. خب چی میشه مگه؟ خب ندارم. خب باشه بهت میدم. لوس لوس کرده خودشو. یعنی چی لوسه چی عزیزم وقتی ندارم؟ آبرو حیثیت خودم و خودتو همه رو با هم دیگه بردی. حاجی من نمیدونم الان این بگم نگم. داشتم ازت ویدیو میگرفتم، الان این ویدیو رو بذارم نذارم. دوباره یه داستان دیگه. 50 تومن من چی شد از کارتم برداشتی؟ پس اگه تو داشتی ویدیو میگرفتی 50 تو رو که خب میدم بهت. خب همین الان بده. خب اونو میدم همین الان بزن. الان من ویدیو رو چیکار کنم؟ ویدیو رو بذارم بچه‌ها ببینن؟ دیگه داری انشو در میاری پیمان. به قرآن، به خدا، به مرگ مادرم دیگه باید اینطوری رفتار نمی‌کنم. حالا که اینطوری شد این ویدیو رو میذارم که بچه‌ها ببینن و قضاوت بکنن. 50 تومن منو بزن. آبروریزی تو. 50 تومن منو تو بزن. آبروریزی آخه.
آیا ارزش داشت؟ الان یعنی 50 تومن؟ 50 منو میدی دیگه، داری دیگه داری، یعنی بله. گل ریخته تو کارتت؟ بله. کارتت کو؟ با کارت من چیکار داری؟ خب بده دستم که من 50 تومن باشه رو بدون تو به من اطمینان نداری؟ نه ندارم. بچه‌ها دیگه خودتون قضاوت کنید دیگه. حالا در هر صورت